فواید و ساده ترین راه های سحرخیزی. آیا میدونین راز 90% افراد و مدیران موفق و ثروتمند دنیا مثل بیل گیتس، وارن بافت، آنتونی رابینز، چارلز برانسون اینه که قبل از ساعت 6 صبح از خواب بیدار میشن؟ این سوال اکثر افرادیه که دغدغه موفقیت و تلاشو دارن که چطور میتونیم به این عملکرد و عادت مثبت دست پیدا کنیم. بسیاری از افرادم میبینیم که از کسل بودن و اهمالکاری گله دارن و میگن سحرخیز بودن براشون تبدیل به یه آرزو شده. تقریبا همه انسان‌ها در سراسر جهان با این چالش‌ها مواجه هستن. همچنین مقالات بسیاری در این زمینه نوشته شده. تو این ویدیو مزایای این چالش رو براتون میگم. پس تا آخر ویدیو همراه هم باشین. قبل از هر کاری ببینید برای چه موضوعی میخواین زود از خواب بیدار بشین. این نکته رو به یاد داشته باشید که صبح زود بیدار شدن هدف نیست، بلکه یه رفتاره که به خاطر یک هدف شکل میگیره. مثلا مواقعی که میخواین صبح زود به یک مسافرت لذت بخش برین یا قرار ملاقات مهمی داشته باشین. در این حالت از تمام امکانات مثل زنگ هشدار موبایل و وسایل دیگه استفاده میکنین تا به موقع از خواب بیدار بشین. اگه میخواین صبح زود با انرژی و انگیزه بیدار شین، اول باید هدف لذت بخشی مثل تناسب اندام، ادامه تحصیل یا یادگیری یک مهارت مورد علاقه رو مشخص کنید. تو این حالت ذهن شما درگیر مسئله شده و شما رو ترغیب میکنه برای رسیدن به هدف. یکی از مزیت‌های مهم سحرخیزی اینه که در این ساعات عوامل مزاحم مثل پیامک‌ها و تماس‌های اطرافیان وجود نداره و میتونین بر روی مسائل اصلی کاری تمرکز کنین. از طرف دیگه سطح انرژیتون در ساعات اولیه صبح بالاست و میتونین چند برابر ساعات دیگه روز بازدهی داشته باشین. همچنین باعث میشه استرس کمتری داشته باشید و وقت بیشتری برای آماده شدن برای روز کاری خودتون بذارین. ضمناً افراد سحرخیز از سطح انرژی و امید به زندگی بیشتری نسبت به همکاران خود برخوردارن و میزان افسردگی به طرز قابل توجهی پایین میاد. از طرف دیگه این گونه افراد به دلیل تمرین اراده‌ای که برای ساخت عادات جدید داشتن از قدرت اراده و تصمیم گیری بالایی برخوردارن. برای خیلی از افراد صرف اینکه فکر کنن قرار ساعت 5 صبح بیدار شن خسته کننده به نظر میرسه، اما در واقع دلایل بسیار خوبی وجود داره که چرا باید از چرت زدن دوری کنن. برخلاف تصور اکثر مردم، بیدار شدن زود هنگام میتونه برای ذهن، بدن و سلامت شما مفید باشه. افراد سحرخیز کمتر به مشکلات سلامت روان مبتلا میشن. انجمن چاقی همچنین ارتباطی بین زود بیدار شدن و داشتن یک رژیم غذایی متعادل پیدا کرده. دقت کنید، میخوام فواید سحرخیزی بعد از 1 روز، 1 ماه و 6 ماه رو براتون بگم. بعد از 1 روز، اولین روزی که زود از خواب بیدار میشین خیلی آسون یا لذت بخش نیست، اما میگن بهترین چیزهای یه شبه ساخته نمیشه و برنامه خواب هم از این قانون مستثنا نیست. وقتی صبح زودتر از خواب بیدار میشین ممکنه چند روز طول بکشه که احساس خوبی داشته باشید، چون زمان میبره تا ساعت بدن شما با ساعتهای خواب و بیداری جدید سازگار و هماهنگ بشه. حتی اگه 1 شب کامل بخوابید، این احتمال وجود داره که در پایان روز خسته بشین، تحت فشار قرار بگیرید و تا زمان زیادی بیدار بمونید. دکتر دیوید گریونر، یکی از جراحان در نیویورک، میگه ممکنه تا پایان روز کمی احساس گیجی و خستگی فیزیکی داشته باشین. اگه لازمه چند ساعت زودتر به رخت خواب برید، نگران نباشین، هیچ اشکالی نداره. خب حالا که تا اینجا اومدین، با یه لایک به هم انرژی بدین و بیاین تا بقیه‌شو براتون بگم. بعد از 1 هفته، ممکنه بعد از 1 هفته سحرخیزی باز هم احساس کامروایی نکنید، اما به خوبی در راه تبدیل شدن به شخصی کامروا هستید. به زبان ساده، این فرایند زمان میبره. دکتر دیوید گریونر توضیح میده اولین هفته کمی بیشتر با زنگ ساعت 5 صبح بیدار میشین. بدن و عضلات شما شروع به جابجایی در جریان چرخه خواب شما میکنن.
بدن شما به سرعت میتونه با زمان بیداری جدید سازگار بشه. این موضوع به ساعت بیولوژیکی شخصی شما بستگی داره. بیدار شدن 1 یا 2 ساعت زودتر میتونه آسون باشه. با این حال تغییر شدید برنامه خواب میتونه به زمان بیشتری نیاز داشته باشه. ممکنه تغییراتی رو در اخلاق یا در اشتهای خودتون مشاهده کنید. دکتر نیکولز میگه زود بیدار شدن میتونه روی 2 هورمون طبیعی بدن شما تأثیر بذاره، کورتیزول و ملاتونین، و توضیح میده بیدار شدن با طلوع خورشید یک فرایند طبیعیه، چون تولید ملاتونین و ساعت تنظیمی داخلی بدن هر دو تحت تاثیر نور خورشید یا کمبود نور خورشید قرار میگیرن. این یکی از دلایلیه که باعث میشه برخی افراد در ماه‌های زمستونی که روزها کوتاه‌تره افسرده بشن و بیشتر بخوابن. بنابراین دریافت ساعات اولیه نور خورشید ممکنه باعث بهتر شدن خلق و خوی شما بشه. همچنین میتونه به تنظیم سطح کورتیزول شما کمک کنه که به کنترل قند خون، کاهش التهاب و کنترل متابولیسم معروفه. کورتیزول به شما انرژی میده تا از جاتون بلند شین و با چالش‌های روزانه مقابله کنید. کورتیزول بالا در اوایل صبح یه دلیل دیگه است که خیلی از افراد در صبح احساس گرسنگی نمی‌کنن. بعد از 1 ماه، گریونر در ادامه میگه اگر 1 ماه متوالی ساعت 5 صبح بیدار بشین، باید دیگه کامروا شدن خودتون رو ببینید. افراد سحرخیز فعالتر هستن و برای تغییر موقعیت آماده ترن. تحقیقات دانشگاه تورنتو نشون داد افرادی که زودتر از خواب بیدار میشن معمولاً شادترن و دیدگاه بهتری به زندگی دارن. با این حال مهم اینه که برای زود بیدار شدن خوابتون رو قربانی نکنید. گریونر میگه شما باید همیشه سعی کنید حداقل 7 ساعت بخوابید. هر مقدار کمتر از این میتونه روی سلامت و بهره‌وری شما تأثیر منفی بذاره. بعد از 6 ماه تبریک میگم. اگه 6 ماه صبح زود بیدار شدید میتونید رسما خودتون رو یه فرد کامروا بدونید. گریونر میگه 6 ماه پس از این فرایند زمانیه که باید بتونید به گذشته نگاه کنید و رشد قابل توجهی رو در بهره‌وری برنامه روزانه‌تون از زمانی که شروع کردید تا الان مشاهده کنید. این زمانیه که زنگ ساعت 5 صبح روال هر روز شما خواهد بود. شما احتمالاً بدون ساعت هم در این زمان بیدار خواهید شد. اما اگر زود بیدار شدن همچنان کاری طاقت فرسا به نظر میرسه، ممکنه زمان اون رسیده باشه که به زمان بیداری قبلی برگردید. برای اینکه بقیه ویدیوهای ما رو ببینید، لطفاً سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید. گریونر میگه در عرض چند ماه یا در نوسان و سازگاری قرار میگیرید یا کاملا خسته و ناکارآمد میشید. اگر بدن شما نتونه این کار رو انجام بده، بیشتر از 6 ماه زمان نیاز دارید تا خودتون رو با شرایط وفق بدید. بعد از اینکه سحرخیزی رو خوب یاد گرفتیم، نوبت به مدیریت زمان میرسه. اگر دوست داری روش جدید و راحت مدیریت زمان رو یاد بگیری، ویدیوی بعدی رو حتما ببین.